بنا با تجربه چندین ساله دهقانان و توصیه متخصصان ساحه کشاورزی با سبب تغییریابی اقلیم و کمبارشی فصل زمستان امسال زیاد کردن آبمانی ذخیروی و یخابمانی به زمین‌های کشت و باغات ضرور است. در ناحیه باباجان غفوروف ولایت زوق وابسته به حالت کمبارشی فصل زمستان توصیه عالمان انجام دادن تدبیرهای ضروری از جمله آبیاری استفاده کرده می‌شوند. گزارش رضا رحمان و دلشاد یوسفی. در ناحیه باباجان غفوروف در برابر کانال خواجه بقرقان و دیگر انشاءات آبرسانی تامین آب پالیزی به خواجگی‌های کشاورزی و زمین‌های کشت و باغات قطعه‌های نزد اولگی اهالی بیشتر از وضع و حالت کاری پایگاه‌های برقی آبکشی شناکننده خواجه بقرقان 1 و 2 سومچک و سامغور و دیگر انشاءات‌های آبکشی کلان وابسته است، زیرا به بیش از 23,000 گکتار زمین کارمی آبی تنها خواجگی‌های کشاورزی توسط این پایگاه‌ها آب پالیزی از آبانبار قیراقم کشیده رسانده می‌شود. در اداره بهداشت زمین و آبیاری ناحیه باباجان غفوروف در برابر بروقت شروع نمودن به تعمیر و آمادگی انشاءات آبرسانی، تامین و روانه نمودن مکانیزم و ذخیره‌های ماده تکنیکی در پایگاه‌ها کارهای اساسی تعمیری انجام یافته، مرحله وصل و نصب قسم‌های اگریگات‌ها شروع شده است. از ماه اکتبر علاقه سر کرده ما در همین پایگاه آبکشی تعمیر رو سر کردیم. اصلا تعمیر چرخ‌های کاری، محرک‌های برقی و دیگر تجهیزات یاررسان رفته است که همین تعمیرها اصلا در همین بعضی تعمیری که حال ما قرار داریم اجرا کرده می‌شود. پایگاه‌های کلانترین و مانند خواجه بقرقان، سامغور، سومچک تجهیزات اساسی از تعمیر برآورده شدند و تجهیزات یاررسان حال تعمیر رفته شده است. در دیگر پایگاه آبکشی ما در نقشه داریم که با پروژه تا ماه مارس همه پایگاه آبکشی را از تعمیر برآورده و موسم آبیاری پروژه تعمیر تیار شویم. در پیشرفت کارهای تعمیر و آماده نمودن قسم‌های اگریگات‌های پایگاه‌های آبکشی چون چرخ‌های کاری با محورش محرک‌های برقی مسئله اساسی بوده، این کارها در کارگاه‌های تعمیر مکانیکی و برقی اداره عملی می‌شوند. کارگاه دارای دستگاه و تجهیزات مکمل است و همزمان دانش و مهارت متخصصان از عامل‌های سریع وقت و خوش‌صفت انجام یافتنی تعمیر جاری و اساسی و نوسازی این مکانیزم‌های اساسی پایگاه‌های برقی آبکشی میباشد. در ناحیه باباجان غفوروف در دوره تیرما و زمستان تازه کردن زهبورها از لایقه و پرتو برخشه گرفته، این تدبیر اساساً در حدود جماعت دیهات خسته‌ورز و زرزمین اسماعیل و اسفیسار عملی می شود که بر اثر تغییر سطح آب زیرزمینی و حالت ملوراتیوی زمین ها تاثیر منفی می رسانند. تازه کردن بیش از 30 کیلومتر زهبورها از حساب بودجه محلی و مبلغ خدمت رسانی آب پالیزی امکانات بهداشت حالت ملوراتیوی بیش از 1000 گکتار زمین های کشتی ناحیه است. تازه کردن و تعمیر کانال های آبرسانی بر زمین آمادگی و موسمی آبیاری از امکانات های تامین آب برای آب ذخیروی و یخاب شرشوی زمین ها در دوره زمستان است. در ناحیه با این مقصد تازه کردن و تعمیر کانال های سامغور و کانال کلان فرغانه در حدود ناحیه تیزانده می شود. در ناحیه اشت باشد کارمندان اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری با جلب تکنیک‌های و قوه کاری کوشش دارند این کارها را در کانال شمالی فرغانه در مسافه 18 کیلومتر تیزتر انجام داده برای زمین‌های کشاورزی قسم ناحیه آب پالیزی را برای شرشویی آب ذخیروی و یخاب تامین نمایند. ما اساساً این کارها را از دهقانان اصیل که در این زمین‌ها 40-50 سال کار کرده حاصل بسیار می‌گرفتند از توصیه آنها استفاده برده برای بلندبرداشتن حاصل‌های در منطقه 8 تدبیرهای زمستان را عملی می‌کنیم. الحال این تدبیرهای ملوراتیوی قسماً در خواجگی‌های منطقه از سبب در ساحه‌های خودجاری کم بودن حجم آب با استفاده از چاه‌های عمودی اجرا کرده می‌شوند. در قسم شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت آب‌های خودجاری نهر و سایه‌ها چون دریای زرافشان و اسفره، سایه‌های خواجه بقرقان و اقصی، اصفهان و غیره از سرچشمه‌های آب برای آبیاری ذخیروی و یخابمانی در دوره زمستان میباشد. مثلا در سایه اقصی امروزها شبانه روزی 3 مکعب متر آب موجود بوده. با استفاده کانال‌های شوکت و سه‌تپه آب پالیزی به خواجگی‌های کشاورزی و اهالی جماعت دیهات ترسون الجبایف، کروش و تقایق و دیگر موضع‌های ناحیه سپیتامین ولایت سوخت تامین می‌شود. در چنین موضع‌ها تدبیرهای زمستانی کشاورزی خصوصاً شرشویی زمین‌ها دادن یخاب و آب ذخیروی به حجم بیشتر عملی می‌شوند.